سلام و درود. بریم که با هم یه دفتر زیبا بسازیم. برای ساخت این دفتر نیاز داریم به قالب سیلیکونی که قبل از شروع کار حتما باید با چسب نوار پرزها رو بگیریم و تمیزش کنیم. برای این دفتر نیاز داریم به 60 گرم رزین و 30 گرم هاردنر که با هم ترکیب میکنیم و به دو قسمت تقسیمش میکنیم. یه قسمت رو با رنگ پودری صدفی آبی ترکیب میکنیم و بخش دیگر رو با ورق طلا و ورق نقره ترکیب میکنیم. بهتره که ورق نقرمون مقدارش بیشتر باشه. به همین صورتی که دارید میبینید رنگ آبیمون رو میریزیم و قسمت های دیگر رو با ورق نقره و طلا پر میکنیم و با قاشق هدایتش میکنیم که رنگ ها به هم برسن. قالب رو پر نکردیم چون چند مرحله باید کار رو اجرا کنیم. پس اینجا یک لایه نازک باید کار کنیم که بتونیم مراحل دیگر رو اجرا کنیم. در همین زمان توی قالب پروانه هم به همین صورت کار رو اجرا کردم چون نیاز داریم به یه پروانه زیبا برای انتهای کار. خب اجازه میدیم که کارمون خشک بشه و حالا یک لایه رزین بیرنگ روی کار میریزیم. توی هر مرحله از رزین رقیق استفاده کردیم که آسیبی به قالبمون نرسه. رزین رو میریزیم و زمانی که به ژل تایم رسید، یعنی رزین خودش رو گرفت و غلیظ شد، پروانه رو در مرکز کار قرار میدیم. برای اینکه کارمون زیباتر بشه از اکلیل نقره‌ای هم استفاده کردیم. قسمت هایی که میبینید اکلیل نقره‌ای ریختیم. خب اجازه میدیم که خشک بشه و برای جلد پشت دفتر هم به همین صورت اجرا میکنیم اما بدون پروانه. حدوداً 2 روز بهش زمان میدیم که خشک بشه و کاغذها و حلقه ها رو وصل میکنیم و اینم شد یه دفتر زیبا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.